رنگ یاقوت بود. در حین چرخوندن تسبیح در دستش ذکر هم میگفت. وقتی که جلو میرفت متوجه میشدم که علی اصغر از سید میترسه و عقب میره. با همون صدای وحشتناکش به ورود ما اعتراض میکرد و میگفت برای چی وارد خونه ما شدین؟ من اجازه ورود به شما نمیدم. برید از خونه ما بیرون. مادر علی اصغر گفت تو رو خدا ما رو نجات بدید. دیشب از زیر زمین صداهای وحشتناکی می اومد و علی اصغر هم خنده های وحشتناکی داشت، تا جایی که همسایه های ما متوجه شدن. سید به مادر علی اصغر گفت نگران نباش همشیره، من اینجا رو پاکسازی میکنم. پسرت رو از اون جنی که تسخیرش کرده نجات میدم، اما شاید نتونم برای شوهرت کاری بکنم. رو به ما کرد و گفت علی اصغر رو نگه داریم. من و استاد که توان زیادی نداشتیم. محمود کتف علی اصغر رو محکم گرفته بود و ما هم کمکش کردیم. سید قرآنی همراه خودش آورده بود و شروع کرد به قرائت قرآن و ذکرهایی رو میگفت. آیات شفابخش قرآن رو براش میخوند و از خدا طلب شفا میکرد. چوبی رو که حالت ترکه داشت از زیر عباش در آورد و شروع کرد به زدن علی اصغر. رو به علی اصغر میگفت بیا بیرون و این جوون رو رها کن. علی اصغر به حالت دوزانو نشسته بود و میگفت ولم کن، بذار راحت باشم، من اینجا راحتم. ولی سید تأکید میکرد زود باش، بیا بیرون، از این خونه باید بری بیرون. علی اصغر با همون صدای دورگه و با ناله میگفت نمیتونم، اینجا منو بستن، باید همینجا بمونم. سید دستاشو از روی سر علی اصغر برداشت. از مادرش پرسید شبا علی اصغر جای مخصوصی میخوابید؟ مادر گفت اونجا توی همون اتاق. به اتفاق سید وارد اتاق شدم. دعاهای عجیبی رو داخل اتاق پیدا کرد. یه پوست مربع شکل، سر بریده مرغ یا خروس که روش 2 استخون به حالت زبدر بسته بودن. روی اون پوست شکل علی اصغر کشیده شده بود و دقیقاً پشت پوست اسم مادر علی اصغر نوشته شده بود. سید درخواست یه ظرف رویی یا مسی کرد و سر مرغ یا خروس و پوست و استخونا و یه کاغذ زرد رنگ رو که همراه اینا بود ریخت داخل ظرف. سید رو کرد به علی اصغر، با جدیت بهش گفت من الان اینا رو که برات درست